وزیر نافخوی رژیم سوریه با آوایک وشارتی سردانا باجار قامشلی رجاوای کردستان کرد. لگل برپرسین پیاده و پکک هفدیتن پیکانین. لگور اجانسا دی پی ای یا المانی گوده دان صبح وزیر نافخوی رژیم سوریه لیوا محمد الشعار لگل شاندگا کوپیرا بو یا رژیم سوریه سردانا باجار قامشلی رجاوای کردستان کرد و بسر کردین تفدمه و یا پکی و پکک را جوین پیکانین. لگور اجانسا نافبوری وزیر نافخوی رژیمه لناوندا چکدارین یپکی لتخا قدور بک لقامشلو به هر یک جبر دفکه و هزه ردور خلیل و سرکرده تفدم آلدار خلیل و هن بر پرسین پککه گوژ قندیل هاتبون جوین پیکانینه. هر لگور زانیاریان و د جوین ده بحث روشا اولهیا پارزگاه حسکه بگشتی و پلانین رژیمه و یپکی جبو کنترول کرنا گندوارن قامشلو حسکه یند بن کنترول داعش دکرن. هر لگورزانیاریان گود جوینا هر دو آلیان ده هر وها بحثا بجداریا پیاده د جوینن نافدالتی دکر و پیاده دا خاص جو وزیر رژیم کر کو فشار بخن سر روسیای دا کو پیاده بناو کردان د جوینن جنیف ده ین کو بریاره د 25 و مهده د ناوبرا اپوزیسیون و رژیم سوریه لدار بکه و بجدار ببه. او نجاره یکمه کو وزیر و برپرسین پلا بلندین رژیم سوری سردان باجارو کن رجاوای کردستان دکن و به برپرسین پیاده و ریوبریاوی را جوینان پیکتینن. گود آدارا سال 2015 دجی وزیر الهفهاتنان اجتماعی سردان قامشلو عاموده کربو و به برپرسین پارتیا نافبوری را جوین پیکانی بون. هر واهین پارتیا البعض جوینن خواه بشیوه که اشکره لباجارو کن رجاوای کردستان لدار دخه بکو تو آستانگی جوان رجالی پیاده و چکدارن ویوه چه ببه.